علت پوست خشک، کم آبی بدن و ارثی بودن این پوست. پوست خشک اگر به موقع درمان نشود به مرور زمان خیلی آسیب پذیر میشه. علائم پوست خشک: احساس کشش روی پوست وقتی که از حمام میایم بیرون و حالت پوست پوست شدن دور لب و چونه و چروک‌های عمیق پوستی در اطراف چشمه. بهتره در طول روز آب زیاد مصرف کنیم و آبرسان‌های قوی برای پوست استفاده کنیم. بهترین روتین پوستی روتینیه که حاوی آبرسان‌ها و مرطوب کننده‌های قوی باشه. البته باید قبل از استفاده کردن از آبرسان‌ها حتما پوست رو با تونر مخصوص پوست خشک تمیز کنیم و بعد آبرسان و بعد مرطوب کننده و بعد بیبی کرم‌ها و یا ویتامین‌های دیگه مربوط به پوست رو استفاده کنیم. برای اصلاح حتما با بند استفاده بشه یا با ژیلت.